سوال دیگر، بابا جون در لباس هایی که عکس هر گونه شخصان هست پوشیدن و یا نماز خواندن جایز است؟ برادران اینجا در من کتابی مختصره میگد که و صورت حیوان فی ثوبه و مسجده و جهته غیر خلفین و تحتین لا ان صغرت جدا او محی رأسها. در اینجا سوال آمد که آیا در لباس هایی که صورت دارند آیا نماز خواندن درست است یا نه؟ اینجا عباره مختصر من برای شما خواندم. میگد که اگر صورت حیوان باشد، حیوان یا صورت آدم در لباس من باشد یا در دو طرف جهت من یعنی راست چپ من باشد یا در تار سر من باشد یا در پیش روی من باشد، این حالت دا میگن نماز خواندگی تان ثواب ندارد. یعنی در نماز تو کراهیت است، نمازت با مکروگی درسته می شود، ولی او مزد او پاداشی را که اگر بگذار 100 سامان باشد، تو در اینجا مقصد ممکن 50 سامان بگیری یا ممکن کمتر بگیری. اگه من مثال آوردم، یعنی پاداشی نمازت بسیار کمه برادر عزیز. فقط در دو صورت صاحب مختصر گفتن، یکی در پشتت یکی در تگ پاد باشد، همین صورت ها نماز خواندن درسته. یعنی خانه ایده که در پشت مونه صورت یا در تگ پا مونه، این حالت نمیگن نماز خواندن درسته. ولی در حالت هایی که اگر در لباس من باشد یا در خانه که نماز میخوانیم تار سر مونده، ببینید چند جهت ده، طرف راست چپ و طرف نماز میخونیم یعنی طرف قبله مونده، این حالت ها دا گفتن نمازهاتون مکروه است. و همچنان در اینجا آمد که اگر خورده باشد که چقدر اهمیت نتی، اگر همون صورت نمیفهمی اینش مقصد زیان نداره. یا اگر صورت حیوان باشد یا آدم باشد لیکن همون کلش بریدگی باشد، تنش هست و کلش نیست، اینم هیچی باقی ندارد. لیکن به هر حال برادران عزیز و گرامی، همین طرز لباس پوشی را هم شما بدانید، زیرا لباس آدم از زینت میبخشد. ایرا الله مهربان یکی از زینت ها برای انسان خواندگیه. برای همین امروز میبینیم بسیار لباس پوشی بینهایت درشتیدگیه، بینهایت بگیم از همون رمکه در کاری بیرون رفتگیه. چقدر لباس های تنگ برادرای عزیز، چقدر لباس های همین بروک و کرته و همه نوشتجات، همه صورت، اینا لباس های ما و شما نیستن برادران عزیز و گرامی. از این خیلی لباس ها ما و شما باید احتیاط کنیم. آخه همون لباس هم وقتی آدم میپوشه در فکری تو، در اندیشه تو، ببین در همون چند قدر فهمیش درکی تو هم همون لباس تاثیر میرسونه. یعنی از لباس تو را میشناسن که تو چند قدر فهمیش درک داری. بسیار لباس های اینجا در مقصد چی است؟ من وقتی لباس خرید میرم میبینم یک لباس که بگیم با اصطلاح هایی که اگه مردم ایستاد سلیت نمیگن، یعنی یک لباس هایی که بسیار خوبن، تنگ نیستن، همون عضو و اعضای آدم هم در داخلش راحت میکنن. شما از اینها پوشین برادرای عزیز، این نوشتجات ها و از این رسم ها و از اینهاش احتیاط کنید، اینها را مثال در بر نکنید. عباره مختصرم یعنی شریعت ما هم ما را من میکند که
аз ин либосҳо мо бояд ки напӯшем, зеро ки намозҳои мода ҳам ин чи аст халал метад. ҳатто бинен дар масҷидҳо ҳам бародарои азиз мерафтем намоз мехондем, мардум вақте бачаҳоро медидем саҷда мекарданд, ҳамин қадар куртаҳои майда мепӯшиданд ки нисфи ҳамо пушташ ҳатто ки дар ҳолати саҷда кардан нисфи пушташ метофт. ё ин ки баъзеҳош ҳамин хел мисол брукҳоро мепӯшиданд ки ҳамо ҳатто бигем қисмати ҳамо поёни пуштшам ҳамонро ба чашм дида мешид. барои ҳамин либос ҳам ба худаш қоида дорад. либосҳое пӯшем ки бародарои азиз ва гиромӣ ҳамун шаъну шарафу ҳамун икроме ки худо ба фарзанди одам карда ҳамонро даст натед.